اختراقای خوش‌رفتم بینید که من حاضر برای شما توصیه میدم که کمپانی فابیلیک یادنامه تیل استفاده برین. انا میخیل یادنامه تیل واسه که در کمپانی فابیلیک بهترین کачество باشن. از من برای شما رزولتاتش نشان میدم. یعنی اوفوی من ببینید چقدر این روز رفتیم کودک‌ها بسیار بد بودن پاچکم راه کشتن تا بیرون چقدر پاما چقدر جزیره شد اینا ببینید ختم چقدر جزیره اینا واسه من ده همین خاطی آبی جوش کتی تر میکنم نیم ساعت بعد با رزولتاتش برای شما نشان میدم که چه خیلی میشه همین پاپژی من انا من استفادهش میبرم. این اختراقش رو خودتون ببینید. برای شوکی که من فابریک برایش توصیه دادم انا همین قدر تازه میکنه. همین آب فورا دای پستش برای شما نشان دادم که چقدر چرک بودن. حتی بانداش پلیچر بودن بانداش نمی بنده خوش تیپ سیاش بودن. این روز دینه حتی قاقستان که بعد ویدیو کردم برای شما بهترینن. نگه توز داشته گه چرک نمونده است تماما 100% گارانتی دیدین چقدر تازه میکنه. برای شما همتون توصیه میکنم که زکاسلین در نمره در روی اکران بدن نویسین برای شما دستاپ میکنم رویتون میکنم میتونید که خودتون رجیستر شوین قطعا همکاری کنین با розыгрышات اشتراک میکنین صاحب تحفه ها میشین بعد از طرف کمپانی هر یک کاتالوگ خودش به درکش عدل نیای مرحمت نویسین شما را رجیستر میکنم که تون همکاری میکنم دخترکو. درگاه سنتر در اومدن که کودک‌ها دیدن که در جده بازی چوب دست جز بازی که کودک‌ها بازی میکنن. تمام دیگه خدا داد یاره دیگه اجا نمیگویم هر دوشون در اومدن هم خوب بازی کردن که من کودک‌ها در جا بسیار بازی کردن یارم در اومدن کتشون خیلی بازی کردن. این دختری کلانی من جمع ما در می رستوران ششتیم نکه هیچی فراموش نکردیم بین استاد موخولی ستیم میکوه کودک‌ها خیلی بازی کردن. بعد ما هم اومدیم خونه ای مگازین گشته اومدن ده که چیز خریدیم کوکروزه رول تونو سیمیچکه خریدیم. بعد شکر نداشتیم شکر خریدیم یک تا شاورما گرفتم 200 روبل. اول قیم ارزون تر بود چه قیمتش دست روی شاورما رم وقتی من آمدگیم ده 130 روبل میخریدم 120 روبل بعد 30 روبل شد بعد 40 ها میخرم و 200 روبل بیش نی شاورما میخرم چند قشت نخورده بودم روزی که قهوه سم کرد که اینجا توجیکو میکنن یا جای گشت دیدم کلون تیار میکنن شاورمای کلون تیار میکنن لواش کلون کردی درونش پری چیز با مزه که یک جمعیت دکاز بخری سیر میکنی به 1000 امیره 500 روبل دا گرفتم. آبجیم چیزا ما کارکتوز ایونه که پلش بسیار
اینجا خشتمانم بگه دعوت کرد که خونه بیاین. خونه خشتمانم رفتیم. بعد در راه رفته زنده جای الکتریکه دست آوردیم. این رکزک برای ماهینو را گرفته کیم. این فابریک به حد کچستواش خسروی میتونین که زکاس کنین برای کودکاتونا هم بچگانش هسته هم دخترانش نقشم دسترس با قوتی خسروی ای مگزین فرقیت میکنم با بسیطه نویسین میتونم زکاس کده رو ایتون کنم الکتریشکا مفرو اومده مکه جا بینید چه هوا توریکش دست که ساعت 11 نمیشه با 12 رفتیست دیری بعد اومدیم اکا ساعتی 10 دبر اومدیم تا وجه را اومدیم که وجه خیلی دیر شد چند ساعت وقت گذشت رفت ویدیوی ما باشه تا همینجا تمام میشه و اگر ویدیو برای شما معقول شده باشه حتما لایک مونین کامنتر نویسین دستگیری های شما پیشروی های کانال ما هست